سلام احترامات خدمت دوستان عزیز. امروز ما میخوایم یک دانه پیزا اسپیشال دریا آماده کنیم. دیگه طرز تهیه‌اش ما برای شما نشان میدم. در قدم نخست ما خمیر را میخوایم موار بکنیم، چون خمیر ما قبلا آماده شدگی است. میخوایم خمیر خود را به سایزی که ما میخوایم، سایز فامیلی آماده کنیم. یا وقتی که خمیر ما کوشش کنیم در پیزا خمیرش نازک بگیریم. وقتی که خمیر پیزا نازک باشه طعمش خیلی خوبش میاد. اگر خمیرش دبل باشه باز مزه نمیده. دیگه فعلا ما دولت انوار کردن خمیر هستیم. مراحل بعدی رو انشاءالله تعقیب کنیم و براتون نشان میدم. دیگه خمیر ما آماده شد. خمیر در پین پیزا انداختیم و لبایش یک دیزاین میتیم. اما نظم لبای خود پیزای خود دیزاین میتیم. باز موادی که لازم است بهش اضافه میکنیم. نارد پیزا که از ما خمیر میکنیم بالاترین نارد استفاده میکنیم و در خمیرش خیلی مواد از قبیل روغن، تخم مرغ، دیگه شیر، خمیر مایه، دیگه بعضی چیزا از انداخته میشه که به این سیستم آماده میشه. خمیر ما که آماده شد ساس میندازیم رویش و این ساس مخصوص از خود ما آماده میکنیم. ساس های بازاری نیست. و اگر دو سال خواهمندان خواستن طرز تخیز ساس هم برشان میگم که چه قسم ساس آماده میشه. کسایی که در خانه میخواهد تهیه کنن پیزا، باز ما برشان میگم که ساس پیزا چه قسم تهیه میشه که خوشمزه به ساس های بازاری کردن. وقتی که ساس ما انداختیم با ترکیبش کمی پنیر میندازیم دریش و یه اندازه پنیر میندازیم. بعد از پنیر باز ما چکن میندازیم، سینه مرغ میندازیم، هم گوشت بیف هم میتونیم. گوشت مرغ خود منظم میسازیم در این پنیر. این کس گوشت گوساله است و ترکیبش گوشت گوساله میندازیم. وقتی گوشت گوساله و گوشت مرغ مکس شود یک مزه خاص میکشه. این چیزای ما خلاص شد و ترکیبش پنیر اضافه میکنیم. نمیش بتیر بالا. پنیرش که چندیم با ترکیبش مواد لازمی ترکوریش استفاده میکنیم. و خاطر زیبایی روی پیزه ما از ترکوری تازه استفاده میکنیم. هم در ذائقه‌اش تاثیر داره هم در زیباییش. پیزه ما که از پیزه اسپیشال دریا است. دیگه پیزه چکن است، پیزه بیف است، مارگاریتاست، چکن فاجیتاست، تونا پیزاست، پپرونی پیزاست، دیگه وجیتیبل پیزاست. این پیزای ماست. بعد از این ما با ترکیبش زیتون سیاه استفاده میکنیم.
و خیلی عمود خاص میکشه زمانی که در روی پیزا میچینیمش و وقتی هم که نوش جان میشه یک مزه خاص هم میکشه. جواری استفاده میکنیم. مشروب یا سمارق استفاده میکنیم. یک گپ نگفتن همانه که در پیزا طعمش خیلی مهم است. باید یک طعم خوب آدم تهیه کنه و بالای سرش ما کنجد میریزیم، مرچ گوزه‌ای میریزیم، خیلی یک مرچ خوب است و با تعقیبش در قدم آخر اورگانو پاش میتیم به خاطر اورگانو کس یک گیاه از خوشبو است. دیگه پیزه ما آماده است، میخوایم داخل داش بریمش. و پیزه ما با مدت 10 دقیقه داخل داش مونده میشه، 10 دقیقه بعد انشاءالله پخته میشه. داش ها کس از ما کس داش ما ترکی است، ما ایره خود ما سفارش کردیم برای ما روان کردیم. دیگه فول و تومات است، هم برق است هم گاز است. دیگه ما در پالی از اینکه ازش از پیزا استفاده میکنیم، از مرغ تندوری استفاده میکنیم، از گریل چیکن استفاده میکنیم. دیگه غذا را میتونیم در مثال گوسفند دمدار هم بهش پخته کنیم. دیگه از خیلی چیزا ازش استفاده کردن میتونیم. مثلا چند پیزا جای میکنیم؟ اگر پیزای ما فامیلی باشه 3 عدد جای میشه، لارج باشه 4 عدد، میدیم باشه 5 عدد، اسمال 6 عدد و یک پیزای کیدز داشتیم داریم و از اون تقریبا 10-12 دانه جای میشه. بس گنجایش جایش زیاد هست. داخلش میبینیم شما. پیزه ما بخیر آماده شد. بویش خو میبینی. جانا پیزه فامیلی که از 12 پیس میشه. دیگه آماده نوش جان است.